سلام دوستای گلم، به ولاگ جدید من خوش اومدید. امشب قراره بر جانیار جون تولد بگیریم. الان من و مجتبی میخوایم بریم براش کادوی خوشگل بگیریم. بچه ها ما اومدیم برای جانیار خرید کنیم. یه ماشین دیدیم، برم آمبولانس. اون عکس دخترونه انگار روشه. بیا نه زن و مردن. زن و مردن نه. آها این جلوش چیز داره. اینجا عکس با چیزا هستن. آنا السا خورده. ولی خدایی بچه ها برای دخترها یه عالم تنوع هست. چاره پسرها کجا؟ بچه ها این انتخاب همون شد. اسب و گوسفند. خب بریم یه دونه اون چیزم برداریم. بازی فکری براش خوب بود به جای ماشین. تفنگ گرفتم دیگه. تفنگ آره راست میگی. بگیری تو محمد بازی می‌کنی. نمی‌خوام بدم. یکی اینجا بود. این ناکام. مثلا بچه‌ها چرا مثلا به اینا رو درست کنن مثلا کلا. خوام پارو و فلان این باز آسمون میاد میزنه نمیدونم. دوست داری بعد یه دونه از اینا بگیرم با محمد بازی کنی؟ عالی. به نظر من خوبه. باید از خودش بپرسی برای 3 سال. آخه تو تشخیص میدی. اینا که دیگه از سنش گذشته بلده اونا رو. برو خوبه بسنش نمیخور. نه کن این سایه بازی شکل رو همون میذاره. بچه ها برش گوشی گرفتیم. بریم اونا رو هم چیز کنیم بریم. اینجوری مثلا از چقاش اینقدر خواه دوست بریم. نداره اینجا. اونجا داشت عروسکاشو ببین. بیا اینجا کجا رفتی؟ اون موقع با 8 خورده میگفت خیلی گرونه اون رفتم. سلام. خب بچه ها جون ما بعد اینکه کادو رو خریدیم رفتیم خونه و اینکه تا الان یه چیزی دقت کردی این چیزی رو من تو تمام کلیپ‌ها میام بعد سلام میکنم میرم میگم سلام. واقعا راست میگه. مثل سارا هم همیشه به من میگه تو هر بار این دوربین رو روشن میکنی من میگم سلام بچه‌ها اصلا دست خودم نیست. و اینکه تا الان هم منتظر این آقا بودم که آماده بشه، یا داشت بازی میکرد یا در حال آماده شدن. انگار عروسی جانیار ما داریم میریم. الان هم میخوایم بریم کیکو بگیریم. بچه‌ها منتظرمونن بریم دنبالشون. اول تصمیم بر این بود که جانیار رو ببریم شهر شادی بازی کنه، ولی از اونجایی که گفتن دیگه خیلی دیر میشه اونجا میبنده تا بریم و بیایم. حالا قراره که بریم یه جا در آینده نزدیک، یه پارک یه چیزی شام در آینده نزدیک از من یه خبرهای خیلی خوبی میشنوید. بذار اینو ببندم. امیدوارم که از این خبرهای خوب خیلی خوشحال بشین.
میشن دوستامون خیلی مهربونن میشن. این چیز خیلی سورپرایز خیلی خوبه باحاله بعداً میفهمین دیگه. حالا نگم بهتون بهتر. آره انشالله که بعداً به زودی میفهمم. بعداً نه به زودی چی بود ولش کن. من دیگه چرا گفتی؟ اگه پرسیدن چی بگیم؟ حد بدونین که یه سورپرایز خوب براتون دارم. آره عزیزم. خاطر اینکه نمیتونیم آهنگ بذاریم تو از اقل یه شعر بزنین دیگه خالی و چیز نباشه. اشکال نداره. گاهی سکوت بهتر است. خاطر چه ادامه نداشت من منتظر ادامهش بودم. همین بود دیگه. اوه گیتاریست ببین. از اینجا بدم میاد همیشه ببین همینجا بیایم. مجبوریم به خاطر این شیرینی فروشی ها نمیذارن دیگه اینجا پارک بکنی و همیشه هم ترافیک اونجا رو به خاطر اینکه نمیذارن. تا من بیام. من اگه جلوی اشهدی نگهداری فکر کنم خیلی برام راحت تر باشه. اونجا کیکای بچگونه خیلی داره. من چند دور بشرخم تو به کیک بگیری به من زیباترین کیک رو گرفتم. زیباترین کیک؟ آره شانس جانیار بود امشب. کیکاش خیلی قشنگ بود. روبا داره. روبا مکار خریدی برای جانیار. قارچ داره کدو داره خیلی قشنگه. جانیار مکار بعد برعکس بذاری یا میخوره تو سرش بگنه. نه اوکی واساس اونجا نه. خب مراقب باش. روبا سر بشو. وای نگو به خود من استرس میگیره. کجا بذاری؟ من نگه میدارم بده من. بریم دیگه بریم دنبالشون. سلام چی شالو کلا کردی؟ بابا تولدت مبارک. جوجه نیست روبا اینا. تو اینا خریدی خوشت اومد؟ چیه؟ خوشگله؟ وسط راه اینقدر مشتاق سرعت رفت این دومش افتاد من دوباره وصل کردمش. جانیا قشنگه؟ خیلی خطرناکه رشکه زن نفتی خواهر میرم ولی پایین دیگه نمیرم. چگونگی بالا رفتن جانیا. ایده داشتیم. آقای بریم. برو بالا. اون بچه نمیتونه تنهایی بره که بغلش کنی. نمیتونه چی فیلم برو بالا. الکی ببین جوری کلش. بیا وای. بذار منم برم شاید. تو خود ناخن مبینا. بچه‌ها لحظه افتادن مبینا از بالای نردبون. چیه؟ این موقع زره تو بگون زای بترسن. فیلم اصلا دیگه. آره فکر کنم 5 نفر بالا این. برو بالا. یعنی دیدی چقدر باحاله. خانه درختی چیه؟ چی مسخره وضعیت میگه؟ قدیمیه بده الان بازار نی. کافی. یا تو داری همونجوری میگیری؟ ما همیشه کافی. کافی. یکی از اینا ما درست تو نخار درست کرده بودیم اون موقع اینجوری من ولی همیشه دوست داشتم یه خونه درختی داشته باشه. جانیار کیک دیدی؟ قشنگه؟ هشمک اینجا که کاپشنشو بکن دیگه. خنده بکن من داره میرم. خوشگل بشیم. بیا یه ذره جلوتر بشیم. بذار نه اونو نذار قشنگ میشه عکسش نگاه. نه خوشگل میشه قیافش. شمعتو بذاری. وای فندک نداری. مگه سیگاری هم مگه فندک شاش. با قوم مومنون اومدیم بیرون. من نگاه کردی.
جانیار من نگاه فندق کن محمد جان برو فندق بگیر بیا اینجا بشین جانیاری بیا اینجا بشین روبروی کیکت بشین من نگاه کن من بمیرم به خاطر جایزه یعنی دهنت سرویس بی خود به خود میکنه جانیار بچه شما نمیخوایم بگیری؟ جنی برو برش بایسته بیا من تو عکس بگیریم جانیار بیا چی میگی تو؟ بیا اینا 1 2 طبیعت بکر رو نگاه کنید بچه انتره دهنت سرویس چی شده اینجوری آخه جنی میبینم بابایی خب یه دونه پاشید یه دونه تکی ازش بگیرم حالا که میمونه جانیار حالا بشین بخند میخوام به جایزه بدیم نکرم شالی دا چه بریم 1 2 آپور میدیم جنیار 3 1 2 3 جانیار منو بخر عبدالله بخر دهنت سرویس جانیار دوست داری یه دونه انگشت بزنی خودشه بخور بزن آره یه دونه بخور انگشت یه دونه بزن. بخور یه دونه انگشت بزن بخور بودو بخور دیگه بزن. خوشمزه شیرینه الان میتواد تو اینقدر چیزی بجا قیام بجا چی خودی آوری اون چیلی اولین جایزشه یه دونه کوچولوشی داری؟ دومین جایزه از این ماشینا ازشم دوست داشتم بیا اینو خونه کی دیده بود؟ خونه بچه ها دیده بود جنی آجان بس یه اون ماشین آگوری قیافشو ببین ماشین بتمن عجب ماشینی بعدی جایزه بعدی جایزه بعدی کادو ننه چیه؟ جایزه بعدی بسیار شکر ماشین کوچولو ماشین آلا ماشین کوچولو بازش کن اینو براش بذار ماشینش بیرون بیاد. از بغل اوته اطراف میز یه تو چطور ماشین داری آقایی جانیار پدر سوخته بده زرد اینو داری بیا جانیار چقدر این ببین این نه اون یکیش نوشته این ماشین پلیسه این یکی تاکسیه آمبولانس این نه این پلیسه اون آمبولانس این تاکسیه از نظر جانیار همه ماشین پلیسه واقعا ماشین پلیسه جانیار بابا جایزه بعدی چیه؟ جایزه منتظر جایزه بعدی اسب داره توش اسب داره اون یکی چیه یکی چیه باز کنم بهت بدم مثل ببین هیچی میگه نیست نه یه دونه اسب یه دونه دیگه هم هست ببین میشه باز بدم یا ببین چیه تو فقط منتظر از عروض جایزه بردیم چه ماشین دوست داشتی اینا رو جانیار من تا اینطوری میکنم دست پاسم تکون میدم نگاه میکن بگو منو خیلی چی برام بیرون لای بمیره تعطیل شد بابا تو جایزه اصلی تو بابا بهت داد اون دیگه تعطیل بیا جانیار گاو و گوسفنداشو برش بذار خیلی والی جانیار اونو بیا چیه مزرعه اونو داره بردار دیگه نه مثلا نه بابا این اسب این چیه نگاه کن این چیه نگاه کن دیگه اینه باباییه بابایی اینم گاوه جانیار یه گاو. جایزه دیگه هم داری اسبو یه جایزه دیگه هم داری بچه اینو خیلی گشتم که اون چیزی که میخواست و پیدا کنن که نداشتن ولی بعد از این گوشی ها گرفتن دنبال اون تبلت بودن دوست داشتن نداشتن گوشی بزرگ جانیار خیلی همه علاقه چیزایی هستی. که دوست داشتی آیفون دیگه اوه شارژ شارژ اگه بود برای خودم شارژ چیه جانیار بیا آیفون برات خریدم
میشه بایی چی؟ نه دیگه به شارژ میخوره ولی کار میکنه. خاموشه بکنم. شوخی نکن اون چی صدا میده؟ نه شوخی یعنی اتوبوس واقعا روشنه. چجوری روشن میشه؟ باید شارژ پاورشو نگه دار. بده بهش ولش کن. روشن بهش بدم دیگه. روشن نمیشه که باید تو شارژ بخوره. الان صدای چیز روشن شدن نوکیه. میده پا بهم دیگه. بچه‌ها دیگه بعد این مسخره بازی‌ها جمع کنین. جمع تولد تموم شد. بریم شام بخوریم گوشت. بابا ماشین می‌بینیم اول. ببینم چجوریه ببینم. فکر کنم نه دیگه باتری که ندارم شارژی. آقا جان بازی کن. مامان که جانیه. دیدی که. بیا جانیه. مامان. چی بگم؟ با کی بگم؟ بچه‌ها ما گوشتمون زحمت کشته برای ماکارونی با این ماکارونی معلومه خیلی خوشمزه است. چی است؟ اولیویه. اینه. روشنش کرد. چی بود؟ اوشی میشه روشن اوشی. صورتشو بوس کرد. خوشگله جانیا. بس جوجو کی گفت محمد؟ وایس سگ نسده شاله داد میکنه. بچه‌ها اینا هم باز کنیم. یعنی انا خوابه میگه چرا تو کنه؟ قبول دیوانه گوشم گوشه. دیگه دونه دونه دیگه نه این براش خیلی جالب بود بچه‌ها. که فلاش هم میزنه ببینا. الکی نگو اون برعکسش. نه آخه اینجا یه فلاش داره. برعکسش ببین یه دونه هست. بسه وقتی این اسباب بازی ها برای بچه‌ها ما جالب تر بود. جانیار از عکس بگیره. بیا عکس بگیرم. چطور دادی گام کنه؟ خواه قشنگ بود بعدی میگه که بعدش صبح زنگ بزن به پدر جون. این پدر جون کجای بریم بزن جانیار. الو بگو الو. Mobile between G bad. بگو الو پدر. Hello. Mobile دوربین بزن دوربین. Please fasten the safety belt. یه دونه عکس از بابایی بگیر. Violet xylophone. جانیار. زنگ بزن. عکس بگیر از بابایی. دیدی بزن روش. یکی دیگه بزن عکس بگیر. چیو زدی؟ این کدومه؟ بابا جون بر نداشت. دوربین بزن بابایی. جانیا بزن عکس بگیره. وای سری خاموشش کرد. شارژش تموم میشه. بزن شارژ. به پدر جون زنگ بزن دیگه. شارژ تمومه؟ خب بزن شارژ. بعدا رفتی خونه بزن دیگه اینجا که سیم نداری. فیروز نداری. بردو بخیف خودتر کنی. بچه ها یعنی عالی بود غذا. خوشمزه مشتبه. عالی واقعا خوشمزه بود. دست زهرا در میکنه. از همه بیشتر ماکارونی هم تو خوردی اگه جالب نبود. واقعا خوشمزه بود. نه زهرا جونم دست در نکنه. انشالله عروسی جانیار. ماما جون گفتی خوشمزه نبود که دیگه میخوایی گردن تلقه. نه یه ذره مونده. خوشمزه مجبوری داری میکنی؟ جانیا چی داری میکنی؟ میذاری سر جاشون؟ جایزاتو داری جمع میکنی؟
صدا پایینه محمد برو واسه سری بیار چی گفت میخواد بدن بگندری آب معدنی هم باید بگی جانیار بیا 1 2 3 بایی کلیپره دست سوخت برو عشقم جانیه بیا چرا باید تو بدونی؟ جانیه بیا دستتو نسوخت الان؟ بشماریم 5 4 3 2 1 محکم محکم بزن محکم دست میزنیم همه جلو برو جلو آفرین تولدت مبارک بچه ها چایی هم آوردن سریع ببریم کیکو بخوریم حالا که میخواد برش بده با این دم و دستگاه حتی خوریم دستمونه با فوندانت اینو درست کردن آره دیگه واسه همین خوب چیز نشده بود با هم میموند 24 ساعت دومش افتاد تو به قرص خوری هزار خوشیه تی باد خوزه کلوی بچه وقتی این برای من دارم برش میزنم موزه با گردوش رو میذارم کنار آره مامان خوشمزه است جانیار کیکش خوشمزه است انگار زیاد ازش سوال پرسیدم چنگال موضوعش خوبی آشغال ریخ آشغال میگم ریخ اشکال نداره بگو دیگه بذار باشه آشغال افتاد دیگه الان برمیدارم بچه ها ما داریم جمع میکنیم و بریم خونه دیگه چیه جانیا؟ هاپو دیگه رفت خونه شون بخوابه مرسی که جایز دادی الان میگه منم رسوا کردی تو میگی تو بیدر بگی بابا بعد اینکه بچه ها رو رسوندیم دیگه ما هم اومدیم خونه الان هم میخوایم بریم استراحت کنیم امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ولاگ‌های بعدی خدا نگهدار